سلام خدمت شما همراهان گرامی کلینیک موبایل هومن. امیدوارم حال دلتون عالی بوده باشه. دوستان خیلیاتون بهمون دایرکت داده بودین که ما گوشیمون آیفونه، چجوری میتونیم عکس‌ها و فیلم‌های مورد نظر خودمون رو به کامپیوتر یا لپتاپمون انتقال بدیم. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش ممنون میشم اول پست رو لایک کنید، سیو کنید و برای دوستاتون هم حتما بفرستید تا اونها هم از این آموزش استفاده کنن. دوستان شما اول برنامه آیتونز رو نصب می‌کنید برای اینکه گوشیتون از طریق لپتاپ یا کامپیوترتون شناسایی بشه. دوم برنامه تیری تولز رو نصب می‌کنید که کار اصلی ما با این برنامه هستش. شما برنامه تیری تولز رو وقتی اجرا می‌کنید در صفحه اولتون که باز میشه مشخصات و اطلاعات گوشیتون رو می‌بینید که نمایش داده به شما، تعداد دفعات شارژ، درصد باتریتون و خیلی مشخصات دیگه. شما دو تا روش دارین برای اینکه عکساتون و فیلماتون رو کپی کنید داخل لپتاپتون. یک تو همین بخش داخل اینفو که هستین یه دونه گزینه داریم پایین به اسم بکاپ اند ریستور. وقتی روی این گزینه کلیک میکنید سمت چپتون یه دونه گزینه داریم به نام کاستومایز بکاپ. وقتی روی این گزینه زدین اینجا شما مشاهده میکنید که فولدر فوتوز رو میبینید. وقتی به فولدر فوتوز بزنید تیکش رو روشن میکنیم و منتظر میمونیم که این تعداد عکس‌ها رو شناسایی کنه، سایزش رو شناسایی کنه و ما بریم سراغ کاره. وقتی که زدیم شناسایی تموم شد، بکاپ ناو، یه گزینه اسم بکاپ ناو، روی بکاپ ناو میزنید و شروع میکنه به بکاپ گرفتن. بعد از اتمام بکاپ یه فولدر برای شما باز میشه داخل دسکتاپتون که زده فوتوز. شما وقتی روی این فولدر میزنید تمام عکس هایی که کپی کردین رو مشاهده میکنید. این الان تمام عکس های گوشی من هست که انتقال داده شده توی این فولدر. روش دوممون شما میخواید تعداد عکس های مشخصی رو داخل کامپیوترتون انتقال بدین، نمیخواین همه عکساتون داخل کامپیوترتون انتقال داده بشه. سمت چپتون یه نوار منو دارین، گزینه فوتوز رو میزنید. اینجا تمام پوشه های گالری شما برای شما نمایش داده میشه. شما فولدر مورد نظر خودتون رو انتخاب میکنید. به عنوان مثال من اینستاگرام رو باز میکنم. 5 تا عکس دارم. من از این 5 تا عکس میخوام 2 تاشو داخل لپتاپ یا کامپیوتر خودم انتقالش بدم. کنترل رو نگه میدارم و 2 تاشون رو انتخاب میکنم. بعد روی گزینه اکسپورت میزنم، یه فولدری مشخص میکنم و داخل اون فولدر عکسمو خروجیشو میگیرم. اینم از این